سلام بچه دوست اومدیم با یک ویدیو دیگه اومدیم آموزش جداراز ماینکرافت رو بدیم. اول وارد مپ بشید ولی باز این دفعه بیجود کنید چون که اینا کلاس داره یکی از کم‌جاب‌ترین چیزهای بازی هست. خیلی خوب، ما الان اینجا اسپا شدیم و اصلا جای صافی نداره. اینجا خوبه. با الان اینجا یک چیزی که میخوایم بسازیم با این با هر بلاگی اینجوری 1 2 3 و چیز دوم اینجوری 1 2 3 4 5 1 2 3 4 همینجوری میکنید تا 3 تا وسطش بمونه. خب و بعدش بچه ببخشید یک لحظه گوشیم هنگ کرد، ندونستم این کنم. ما به نیاز داریم، به عیدا نیاز داریم و اینجا به یک چیز دیگر نیاز داشتیم. چی بود خدایا چی بود؟ به اسیدا. حالا پس برید دو جای اینجا اسیدا، اینجا اسید بلاگای الوان اینجا حالا هستی من از اینا برداشتم. میشلی توی 3 تا چیز رو اینو بول میکنید اصلاش میزنید همونجوری که میدید یک جریان بزرگ درست کردید و این طرف روی بلاگای اسیدا میزنید و اینو میزنید و یه لحظه اسیدم اگه این آموزش رو امتحان کردید حتما ویلیجر عادی رو بزنید بش با این دستگاه بزنید همجوری که میبینید نمیخوره بزنید بعد یک مدت بعدش تازه میخوره. نگاه کنید